این ویدیو با حمایت pbholiday.com ساخته شده. pbholiday.com، سفر لوکس با نصف قیمت. سینوحه، نویسنده میکا والتاری، مترجم ذبیح الله منصوری. بخش 24، فصل 31، آخناتون فرعون مصر. آن روز هورمهب نزد فرعون رفت و به او اطلاع داد که خدای آمون سرنگون شد و از بین رفت و به جای او خدای آتون برقرار گردید و فرعون او را به طور ثابت فرمانده ارتش کرد و به او گفت که قصد دارد فردا برای زیارت معبد آتون برود، ولی امشب از دوستان خود در کاخ سلطنتی پذیرایی خواهد نمود. هورمهب راجع به من با فرعون صحبت کرد و گفت این پزشک همان است که وقتی تو ولیعهد بودی با تو در صحرا به سر برد و فرعون مرا به خاطر آورد. و به هورمهب گفت امشب که برای حضور در ضیافت می آیی او را هم با خویش بیاور. آن وقت هورمهب راجع به من اطلاعاتی به فرعون داد که قسمتی از آن جنبه اغراق داشت و گفت این طبیب مصری در جهان نظیر ندارد و دارای تمام علوم طبی مصر و کشورهای خارج می باشد و تا امروز صدها تن از بیماران و مجروحین را از مرگ نجات داده است. آخناتون فرعون ما بیشتر مایل شد که مرا ببیند و بدین ترتیب من برای اولین مرتبه به عنوان یک مدعو در ضیافت فرعون حضور به هم رسانیدم. و نیز وقتی که وارد کاخ فرعون شدیم برای مرتبه اول زنهای مصر را با مد جدید تابستانی در آنجا دیدم. این مد بسیار زیبا بود و زنها جامه‌های خود را طوری دوخته بودند که جالب به نظر می رسید و دیگر اینکه در آن ضیافت زنها دور چشم حلقه سبز به وجود آورده و گونه‌ها و لب‌ها را با رنگ سرخ جگری رنگین کرده بودند. هورمهب مرا نزد فرعون برد و من دیدم که آخناتون که من او را کودک میپنداشتم بزرگ شده و مبدل به مرد گردیده، ولی صورتش لاغر و استخوانی و چشمهای او درخشنده بود. آخناتون لباسی از کتان موسوم به کتان سلطنتی در برداشت و وقتی مرا دید گفت سینوحه، من هنگامی که ولیعهد بودم تو را دیدم و امروز هورمهب راجع به علم تو با من صحبت کرد و گفت که در مصر و کشورهای دیگر فنون طب را آموخته ای. بعد راجع به مزاج خود صحبت کرد و اظهار داشت مدتی است که من دچار سردرد هستم و هر وقت کسی راجع به چیزی که موافق میل من نیست صحبت می کند سرم به درد می آید و طوری مرا آزار می دهد که نه می توانم غذا بخورم و نه بخوابم و اطباء درد سر مرا با داروهای مخدر تسکین می دهند، ولی از این داروها نفرت دارم، زیرا می دانم که داروی مخدر حواس را متفرق می کند و مانع از این می شود که من بتوانم با آسودگی راجع به خدای خود فکر کنم. سینوحه، آیا تو آتون را می شناسی؟ سؤالی که فرعون از من کرد سؤالی خطرناک بود و می باید با احتیاط جواب بدهم و به او گفتم بلی آتون را می شناسم. فرعون پرسید چگونه او را می شناسی؟ گفتم می دانم که آتون چیزی است بزرگتر و بالاتر از دانش من و دانش تمام افراد بشر. فرعون از این جواب خوشوقت گردید و گفت سینوحه، پاسخی که تو به من دادی بهتر از جوابی است که دیگران به من دادند و اینک بگو که آیا می توانی به وسیله شکافتن جمجمه مرا معالجه کنی؟ گفتم آخناتون، معالجه سردرد تو احتیاج به شکافتن سر ندارد، زیرا یک طبیب می تواند به طرز دیگر تو را معالجه نماید
و شکافتن سر وسیله است که اطباء از آن استفاده نمی کنند مگر اینکه هیچ وسیله دیگر برای معالجه وجود نداشته باشد. فرعون گفت: هورمهب طوری از تو تمجید کرده است و من چنان از جواب تو راجع به آتون راضی شدم که میل دارم به تو یک منصب بدهم و به طوری که میدانی سرشکاف سلطنتی که سال خورده بود مرده و جای او خالی است و من تاکنون کسی را به جای او نگماشتم، ولی تو بعد از این سرشکاف سلطنتی خواهی شد و از روز ستاره سگ از مزایای این منصب استفاده خواهی کرد و من میگویم که دارالحیات تو را به این سمت بشناسد. بعد از این گفته هورمهب مرا از فرعون دور کرد و ما به تالار دیگر برای صرف غذا رفتیم و هورمهب گفت جای سرشکاف سلطنتی در طرف راست فرعون و خانواده سلطنتی می باشد و هورمهب و من آنجا نشستیم. هنگام صرف غذا من دیدم که فرعون نه گوشت مرغابی و قاز می خورد و نه گوشت گوسفند و گاو و ماهی، بلکه یک نان را نصف کرد و شروع به خوردن نمود و به جای شراب در پیمانه او آب ریختند و نوشید. و بعد از اینکه سیر شد خطاب به کسانی که حضور داشتند گفت: به ملت مصر بگویید که غذای فرعون آخناتون حقیقت و صلح و نان و آب است و غذایش فرقی با غذای فقیرترین غلامان مصر ندارد. ولی بعد از آن شب من فهمیدم، زیرا خود دیدم که فرعون گوشت مرغابی و قاز و گوسفند و گاو هم می‌خورد و شراب می‌نوشید، ولی در صرف غذا برنامه منظم نداشت و گاهی هوس می‌کرد که نان و آب بخورد و بیاشامد و گاهی از صرف غذا خودداری می‌نمود. مدعوین بعد از صرف غذا به اتاق دیگر رفتند و در آنجا دیدم که مردی فربه به من نزدیک شد و من بدون او را نشناختم، ولی پس از اینکه نظر به چشمهای وی انداختم متوجه گردیدم که توتمس دوست هنرمند قدیم من می باشد. از شناسایی او بسیار خوشحال گردیدم و او را در آغوش گرفتم و بوسیدم و گفتم: توتمس، من برای دیدار تو به دکه‌ای که در گذشته آنجا تو را ملاقات می کردم رفتم، ولی به من گفتند که تو دیگر به آن دکه ورود نمی نمایی. توتمس خندید و گفت: سینوه، آخر من مجسمه ساز سلطنتی شدم و شأن من مانع از این می باشد که به آن دکه بروم. وانگهی دوستانی یافتم که پیوسته برای نوشیدن و خوردن اغذیه لذیذ مرا به منازل خود دعوت می نمایند و لزومی ندارد که جهت نوشیدن به آن دکه بروم. گفتم: توتمس، چون تو مجسمه ساز سلطنتی هستی، لابد مجسمه های فرعون را روی ستونهای معبد جدید آتون تو طراحی کرده ای. توتمس گفت: ما یک عده مجسمه ساز هستیم که به اتفاق کار میکنیم و از هنر واقعی آنطور که در کرت مورد توجه است الهام میگیریم و هنگامی که خدای دروغی آمون بر مصر حکومت میکرد ما مجبور بودیم که اصول هنر را زیر پا بگذاریم و در ساختن مجسمه ها و طرح تصویرها از قوانین خدای دروغی پیروی نماییم و اگر قدری منحرف می شدیم کاهنان آن خدای کاذب ما را کافر می دانستند و به قتل می رسانیدند و آنها می گفتند هر نوع هنر که برخلاف قوانین خدای آمون باشد کفر است و هر هنرمندی که شکلی تصویر کند یا مجسمه‌ای بسازد که با اصول هنری آمون مطابقت ننماید مستوجب قتل می باشد و ما هنرمندان واقعی و صمیمی که در هنر عقیده به آزادی داشتیم چون نمی توانستیم خود را با محیط تطبیق کنیم و از حماقت پیروان خدای سابق تبعیت نماییم گرسنگی می خوردیم و آبجو می نوشیدیم و بعضی از اوقات حتی آبجو هم نصیب ما نمی شد. ولی امروز آزاد هستیم و می توانیم به آزادی مشغول هنر خود شویم و هرچه می خواهیم به وجود بیاوریم. من توتمس را به هورمهب معرفی کردم و به وی گفتم این مرد که مشاهده می کنید یک هنرمند نابغه می باشد و فرعون بهای او را می داند و به همین جهت وی را مجسمه ساز سلطنتی کرده است.
هورمهب از دیدن مجسمه ساز سلطنتی خوشوقت شد، ولی به مناسبت مقام خود زیاد تظاهر به مسرت نکرد. لیکن توتمس وقتی قیافه و اندام هورمهب را دید به او گفت: من خیلی میل دارم که مجسمه تو را بسازم و در معبد آتون خدای جدید نصب کنم، زیرا تو نجات دهنده آتون و از بین برنده خدای دروغی آمون هستی و سزاواری که مجسمه تو را در معبد جدید نصب نمایند. هورمهب طوری از این گفته خوشنود گردید که صورتش از شادی برافروخت و من فهمیدم که علت خوشنودی وی این است که تا آن روز هیچ کس شکل او را نکشیده و مجسمه وی را نتراشیده بود و توتمس برای اولین مرتبه کالبد او را روی سنگ مجسم می کرد. هنگامی که ما راجع به مجسمه هورمهب صحبت می کردیم، من دیدم که وی یک مرتبه برخاست و 2 دست را بر زانوها نهاد و رکوع کرد. توجه ما به سویی که هورمهب به آن طرف رکوع می نمود جلب شد و دیدم که نفرتیتی ملکه مصر و زوجه آخناتون می آید و لذا ما هم برخاستیم و به طرف ملکه زیبای مصر رکوع کردیم. نفرتیتی مد جدید لباس خانم‌های درباری را پوشیده بود و وقتی به ما رسید دست را روی سینه نهاد و من دیدم که وی انگشتر و دستبند ندارد، زیرا نمیخواست که به وسیله دستبند و انگشتر زیبایی خود را از بین ببرد. ملکه خطاب به من گفت: سینوه، دستهای من برای پرورانیدن یک پسر بی صبر است، زیرا فرعون خواهان یک پسر می باشد که بعد از او بر تخت سلطنت مصر بنشیند و من و او به مناسبت اینکه من پسر نزاییده‌ام نگران هستیم و هر دو از خدای کذاب آمون که او را سرنگون کرده ایم ولی می دانیم که در کمین ما می باشد بیم داریم. من 2 دختر زاییده‌ام ولی تاکنون پسری از من به وجود نیامده و چون شنیدم که تو یک طبیب بزرگ هستی و در کشورهای خارج معلومات فراوان به دست آورده ای، به من بگو چه موقع یک پسر خواهم زایید. من سعی کردم که زیبایی وی را فراموش کنم و نفرتیتی را با چشم یک پزشک مورد معاینه قرار بدهم و به او گفتم: ای زن فرعون، بهتر این است که تو آرزومند زاییدن یک پسر نباشی، برای اینکه قسمت خلفی اعضای بدن تو کم ارز می باشد و زنهایی که قسمت خلفی اعضای بدن آنها کم ارز است هرگاه دارای پسر شوند ممکن است که هنگام زاییدن بمیرند. ملکه گفت: با این وصف من خواهان یک پسر هستم و تو باید طبابتی بکنی که من دارای پسر شوم. گفتم: ای نفرتیتی، هیچ کس غیر از آتون نمیتواند فرزندی را که در بطن یک زن به وجود می آید از حیث تذکیر و تأنیث معلوم نماید و من در کشورهای دیگر اطبایی را دیدم که دعوی داشتند می توانند برای یک زن پسر یا دختر به وجود بیاورند، ولی اکثر اشتباه می کردند و هر دفعه که مشتبه می شدند زائو را متهم می نمودند که طبق دستور آنها عمل نکرده است و آنها می دانستند دستورهایی که آنها می دهند به قدری دقیق و مشکل است که ناچار زنها بر بعضی از آن دستورها عمل نمی نمایند و همین را دستاویز می کردند تا اینکه نادانی خود را پرده پوشی نمایند. ولی من به تو دروغ نمی گویم و اعتراف می کنم که نمی توانم دارویی به تو بخورانم که یک پسر بزایی. لیکن چون 2 دختر زاییده‌ای بعید نیست که فرزند سوم تو پسر باشد. معهازا در این قسمت هم قول صریح نمی دهم. نفرتیتی که تبسم کنان حرفهای مرا می شنید بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده گردید و من فهمیدم که گفته من او را کسل کرده است. توتمس وقتی دید که ملکه کسل شد وارد صحبت گردید و گفت: ای نفرتیتی، برای چه تو از زاییدن دختر اندوهگین می شوی؟ تو زیباترین زن جهان هستی و همان بهتر که پیوسته دختر بزایی تا اینکه دخترانت مانند تو زیبا باشند و زیبایی شما جهان را منور نماید. من دختر بزرگ تو را دیدم و می دانم چقدر زیبا است و امروز تمام زنهای دربار مصر می کوشند طوری آرایش کنند که شبیه به او بشوند و بسیار میل دارم که مجسمه تو را بسازم
تا اینکه هزارها سال بعد از اینکه تو فوت کردی مردم زیبایی تو را ببینند و تحسین کنند و نام نفرتیتی پیوسته در جهان نام زیبایی باشد. نفرتیتی تبسم کرد و معلوم شد که از صحبت مجسمه ساز سلطنتی لذت برده است و بعد از ما دور گردید. روز بعد من مریت را از دم تمساح خارج کردم و با خود بردم تا اینکه منظره رفتن فرعون را به معبد جدید آتون مشاهده کند. مریت لباس مد جدید خانم‌ها را در بر کرده بود و با اینکه یک خدمتکار میکده به شمار می آمد، وقتی من با او از میخانه خارج شدم و در خیابان‌های تبس به حرکت در آمدم، خجالت نکشیدم، زیرا مریت زیبا و موقر بود. من به اتفاق مریت به طرف معبد جدید رفتم و در جلوی معبد در مکانی که مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و مریت دست خود را روی شانه من نهاد و به تماشای جمعیت مشغول شد. من تصور می کنم در آن روز تمام سکنه تبس مقابل معبد و در خیابان‌هایی که محل عبور فرعون بود حضور یافتند و در دو طرف خیابان قوچ‌ها ظرف‌هایی پر از گل گذاشته بودند تا وقتی فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند. بعد از اینکه من و مریت در جای خود نشستیم، من متوجه شدم که وضعی غیر عادی وجود دارد و پس از اینکه دقت کردم دریافتم وضع غیر عادی ناشی از این می باشد که مردم سکوت کردند. وقتی جمعیتی فقیر در یک منطقه متمرکز می شود، چون همه حرف می زنند و می خندند، همهمه دائمی از آنها به گوش می رسد. ولی در آن روز در آنجا کسی حرف نمی زد و طوری سکوت حکم فرما بود که انسان را ناراحت می نمود و فقط صدای کلاغ‌ها و قوش‌ها که در آسمان پرواز می کردند به گوش می رسید. زیرا کلاغ‌ها و قوش‌ها طوری در تبس از لاشه‌ها سیر شده بودند که نمی‌خواستند بروند. هنگامی که فرعون سوار بر تخت روان آمد، من دیدم که یک عده سرباز سیاه پوست که صورت را رنگین کرده اند عقب تخت روان وی هستند و گماشتن سربازان سیاه پوست برای اینکه اسکورت فرعون باشند در آن روز یک اشتباه بزرگ بود. برای اینکه در بین تماشاچیان کسی وجود نداشت که در واقعه کشتار و چپاول تبس از سربازان سیاه پوست آسیب ندیده باشد. هنوز روی صورت زنها اثر اشک به نظر می رسید و جراحات مردها التیام نیافته بود و بسیاری از مردم خانه نداشتند، زیرا سیاه پوستان خانه های آنها را سوزانیدند. فرعون در آن روز تاج 2 طبقه بر سر داشت و طبق رسوم دیرین دستها را روی سینه متقاطع کرده بود و در یک دست او چوگان و در دست دیگر شلاق که از علائم سلطنتی و قدرت است دیده میشد. و فرعون مانند یک مجسمه تکان نمیخورد، زیرا در مواقع رسمی که فرعون از وسط مردم میگذرد نباید تکان بخورد. سربازها وقتی فرعون را دیدند نیزه ها را بلند کردند و فریاد شادی برآوردند و درباری‌ها و اغنیا هم مثل سربازها فریاد زدند. ولی این فریادها در وسط سکوت و برودت مردم شبیه به صدای مگسی بود که در یک روز زمستان وزوز کند. آنهایی که فریاد شادی می زدند وقتی متوجه شدند که مردم سکوت خود را نشکستند شرمنده گردیدند و دهان بستند. آن وقت آخناتون فرعون مصر برخلاف رسم دیرین که مقرر می دارد فرعون بین مردم مثل مجسمه بی حرکت باشد، دستها را از روی سینه برداشت و چوگان و شلاق را به حرکت درآورد تا به مردم سلام بدهد. یک مرتبه مردم لرزیدند و صدایی مثل صدای طوفان از خلق برخاست و فریاد زدند: آمون را می خواهیم، آمون خدای ماست، آمون پادشاه خدایان است. غریو مردم طوری شدید شد که پنداری تمام سنگ‌ها و خشت‌های تبس به فریاد درآمدند و جمعیت بانگ می‌زد: آمون را می‌خواهیم، ای فرعون کذاب، برای چه خدای ما را سرنگون کردی؟ طوری حاملین تخت روان فرعون از این صداها ترسیدند که توقف کردند
ولی افسران آنها را به راه واداشتند و تخت روان به سوی درب معبد جدید به حرکت درآمد. آن وقت مردم با نعره‌های مخوفتر از غرش شیرها به حرکت درآمدند و راه عبور تخت روان فرعون را سد کردند و بعد طوری اوضاع درهم و برهم شد که معلوم نبود چه کسانی در کجا می جنگند. تا آنجا که چشم من کار می کرد و می توانستم ببینم، مشاهده می شد که بین مردم و سربازهای سیاه و سفید پیکاری در گرفته که بسیار بیرحمانه بود. سربازها با نیزه و شمشیر مرد و زن را به قتل می رسانیدند و مردم با کارد و سنگ و چوب به جان سربازهای سفید و سیاه افتاده بودند و به محض اینکه سربازی به چنگ آنها می افتاد در دم به قتل می رسید. ولی هیچ کس به طرف فرعون سنگ نمی انداخت، زیرا فرعون مثل اسلاف خود از خورشید به وجود آمده بود و کسی جرأت نمی کرد که حتی فکر انداختن سنگ به طرف فرعون را در خاطر بپروراند. من دیدم که فرعون درون تخت روان برخاست و بدون توجه به شأن و شخصیت خود خطاب به سربازها فریاد زد: دست نگاه دارید، مردم را قتل عام نکنید. ولی سربازها طوری سرگرم جنگ و خونریزی بودند که صدای فرعون را نمی شنیدند. فرعون که می دانست هیچ گونه خطر او را تهدید نمی کند، برای اینکه کسی علیه او سوء قصد نخواهد کرد، بدون وحشت منظره جنگ بین مردم و سربازان را می دید. یک لحظه فریاد آمون را می خواهیم قطع نمی شد و مردم طوری خشمگین شدند که به طرف جایگاه مقربان و دوستان فرعون، یعنی آنجا که ما نشسته بودیم، حمله ور گردیدند و خواستند که ما را به قتل برسانند. هورمهب وقتی دید که جان همه درباری ها که بین آنها زنهای زیاد بودند در خطر است، فرمان داد نفیر بزنند و پس از اینکه صدای نفیر برخاست، عرابه های جنگی که در کوچه های فرعی بودند به حرکت درآمدند. هورمهب برای احتیاط عرابه های جنگی را در کوچه های فرعی قرار داده بود که مردم از مشاهده آنها تحریک نشوند و هم اینکه اگر اغتشاش به وجود آمد بتواند امنیت را برقرار کند. جلوی عرابه های جنگی در میدان کارزار پیکان و داس نصب می کنند، ولی در آن روز عرابه های مزبور پیکان و داس نداشتند و هورمهب گفته بود که آنها را بردارند تا اینکه مردم به قتل نرسند. عرابه ها با حرکت سریع و منظم آمدند و جایگاه ما را احاطه کردند و عده‌ای از آنها اطراف تخت روان فرعون را گرفتند و مردم خواستند مقاومت کنند، ولی متوجه گردیدند که زیر عرابه ها له خواهند شد و لذا راه گشودند و تخت روان فرعون به حرکت درآمد. لیکن وارد معبد نشد، بلکه فرعون از معبد گذشت و به نیل رسید و از تخت روان فرود آمد و سوار بر زورق سلطنتی گردید و در حالی که کشتی‌های جنگی او را مشایعت می‌کردند رفت. مردم وقتی دیدند که فرعون نتوانست به معبد خدای جدید برود و سوار بر زورق ناپدید گردید، فریادهای شادی برکشیدند و رجاله به منازل اغنیا حمله ور شدند و اموال آنها را غارت کردند و زنهای زیبا را بدون رضایت آنها مورد تجاوز قرار دادند، به طوری که هورمهب ناچار گردید که یک مرتبه دیگر با سربازهای خود در طبس به حرکت درآید و در هر محله عده‌ای جلاد بگمارد و هر کس را که در حال قتل و غارت می‌دید به قتل برساند. هنگام عصر بر اثر سرهایی که جلادان هورمهب بریدند، امنیت در طبس حکم فرما شد و قبل از غروب خورشید کلاغ‌ها و قوش‌ها و لاشخورها از آسمان فرود آمدند تا لاشه‌هایی را که در شهر به خصوص در خیابان قوچ‌ها و مقابل معبد جدید افتاده بودند بخورند. آخناتون فرعون مصر تا آن روز مقاومت جدی ملت را به چشم خود ندیده بود. ریختن خون را مشاهده نکرده بود و بعد از مشاهده خونریزی آن روز فرعون نسبت به سکنه طبس که آنطور مقابل خدای او مقاومت می نمایند به شدت خشمگین شد و امر کرد هر کس که اسم آمون خدای سابق را ببرد یا شکل آمون روی ظروف منزل وی دیده شود از طبس تبعید گردد و او را برای کار اجباری به معادن بفرستند
ولی مردم سکوت می کردند و هیچ کس دیگری را بروز نمی داد. فرعون روز بعد پرسید که چند نفر از پیروان آمون تبعید شدند و ماموران گفتند کسی تبعید نشده، زیرا هیچ کس نام آمون را بر زبان نمی آورد. فرعون گفت پس اینها که دیروز فریاد می زدند که آمون را می خواهیم که هستند؟ آیا آنها را دستگیر نمی کنید و به معادن نمی فرستید؟ مأمورین می گفتند که دیروز شمار مردم به قدری زیاد بود که ما نتوانستیم آنها را بشناسیم و نمیدانیم چه کسانی خدای دروغی را می‌خواستند. آن وقت فرعون از فرط خشم دستوری صادر کرد که بسیار مایه تأسف من شد. زیرا امر کرد که هر کس یک نفر را که پیرو آمون می باشد معرفی کند، حق دارد که اموال او را تصاحب نماید. با این وصف افراد شریف حاضر نشدند که پیروان را به مأمورین دولت بروز بدهند و در عوض یک عده دزد و بعضی از غلامان برای اینکه اموال مردم را تصاحب نمایند، افرادی را به عنوان اینکه به آمون عقیده دارند به مأمورین دولت بروز دادند و مأمورین هم فوری آنها را جهت کار اجباری به معادن فرستادند و دزدها و غلامان اموال آن اشخاص را متصرف شدند. در حالی که این ستمگری در طبس ادامه داشت، در شب سوم بعد از واقع معبد جدید، هنگامی که من در منزل خوابیده بودم، از کاخ فرعون یک تخت روان برای من فرستادند و مرا احضار کردند. و من وقتی وارد کاخ شدم، دانستم مرضی که گاهی بر فرعون مستولی می شود، باز عود کرده و عده‌ای از اطبا که از دارالحیات آمده بودند آنجا هستند. معلوم شد اطبا بیم داشتند که فرعون را معالجه کنند. مرا احضار کردند تا اینکه من نیز شریک معالجه باشم و مسئولیت مداوای فرعون بیشتر تقسیم شود. و از آن گذشته من چون سرشکاف سلطنتی یعنی پزشک مخصوص فرعون شده بودم، حضور مرا ضروری می دانستند. من به فرعون نزدیک شدم و نبض او را گرفتم و دیدم که نبض ضعیف شده و انگشت‌های دست و پای آخناتون سرد است. بعد پلک چشمهای او را بلند کردم، ولی مشاهده نمودم که چشمها دارای حیویت و درخشندگی است و اثر مخصوص چشمهای کسانی که به حال احتضار در می آیند در آن دیده نمی شود. و به اطبا گفتم باید قدری خون فرعون را جاری کرد تا اینکه به حال بیاید. اطبای دارالحیات گفتند ما نمی توانیم این مداوا را تجویز کنیم، برای اینکه فرعون لاغرندام و کم خون می باشد و اگر خون او را جاری نماییم خواهد مرد. من گفتم اگر این حال اغما ادامه پیدا کند فرعون فوت خواهد کرد، برای اینکه رفته رفته نبض او ضعیفتر خواهد گردید تا بمیرد، ولی باید طوری خون او را جاری کنیم که وی بعد از اینکه به حال آمد متوجه نشود که خونش را گرفتند. اطبای دارالحیات گفتند که آیا مسئولیت این کار را قبول می کنی؟ گفتم بلی قبول می کنم، زیرا یقین دارم ادامه این اغما خطرناک است. اطبا گفتند هرچه می خواهی بکن. من سوزن خود را از جعبه وسایل طبابت درآوردم و در آتش نهادم و پس از اینکه از آتش خارج کردم و سوزن سرد شد، آن را در رگ فرعون فرو کردم و خون جستن کرد و چند لحظه دیگر فرعون دهان باز نمود و نفسی عمیق کشید و من به زودی جلوی خون او را گرفتم و دست فرعون را بستم و ظرفی را که در آن خون بود پنهان کردم. فرعون به طور کامل به هوش آمد و برخاست و نشست و همین که اطبای دارالحیات را دید به خاطر آورد که دارالحیات در معبد آمون است و به مناسبت نفرتی که نسبت به آمون داشت امر کرد که اطبای مزبور را از کاخ سلطنتی اخراج نمودند. پس از اینکه رفتند فرعون گفت سینوحه برو و به کشتی‌های من اطلاع بده که آماده حرکت باشند و پاروزنان اطلاع بدهند که من قصد مسافرت دارم. از او پرسیدم به کجا می‌خواهی بروی؟ گفت من دیگر در این شهر زندگی نخواهم کرد و با کشتی‌های خود به راه می‌افتم و آنقدر می‌روم تا اینکه به جایی که مناسب برای ساختن یک شهر جدید باشد برسم و در آنجا شهری نو خواهم ساخت و در آن شهر سکونت خواهم کرد و دیگر قدم به طبس نخواهم گذاشت، زیرا سکنه این شهر پیرو خدای آمون کذاب و باطل هستند و رفتار آنها مقابل معبد آتون برای من فراموش شدنی نیست و من یقین دارم که در هیچ دوره
اجداد من در مصر اینطور مورد حق ناشناسی سکنه تبس قرار نگرفتند. این است که تو باید بروی و به هورمهب اطلاع بدهی که من همین امشب از تبس با کشتی حرکت خواهم کرد و هر کس که مرا دوست می دارد با من خواهد آمد. هورمهب فرمانده ارتش مصر که وسایل حرکت فرعون را فراهم می کرد به من گفت سینوحه اینطور بهتر است، زیرا هم سکنه تبس با آرزوی خود می رسند و آنچه می خواهند به دست می آورند و هم فرعون آنچه می خواهد می کند بدون اینکه جنگ در بگیرد. آخناتون به قدری عجله داشت که از تبس خارج شود که صبر نکرد تا خانواده سلطنتی برای حرکت آماده گردند و گفت من می روم و آنها از عقب بیایند و سوار کشتی خود شد و هورمهب یک عده از صفاین جنگی را مأمور مشایعت و محافظت او نمود. من هم با فرعون رفتم و در باطن با این مسافرت موافق بودم، زیرا می دانستم که تغییر آب و هوا برای او مفید است.